بازم سلام و احترامات عزیزای نازنین بیننده های علاقمند خواستم و رویاهای افغانستان هستم. امروز خواستم با روز جمعه محمدی صلی الله علیه و سلم برای ما یک شارگشتی در بین شهر خود، شهر دیار مولا علی قدم بزنیم و حال وقت نماز جمعه است که به خاطر وقت نماز جمعه وقت انداختیم تصویر خورد که خواستیم بریم بخیر ادای نماز جمعه را تمام کرده بخیر. بعد ادای نماز جمعه انشالله برای شما تصویری را خود جور کردیم که با تصویر شما نیز هم احساس خود، همبستگی خود، دوستی خود برای ما به شما به دنیا باید با تصویر بکشانیم و نشان بدیم. عبدالقهار تصویر بردار خاصم است و واقعیت یک شخصیت خوبی است. من دوست دارم که همیشه با دوستای خود در کنار خود داشته باشم و همبستگی دوستایم است که ما با ایشان همیشه قرار گرفتیم و همیشه تصویرهای خوبی را بارشان با همبستگی دوستای خود جور کردیم و با بازار عرضه گردانیدیم. من دوست دارم که همیشه برای شما، برای دوستای خود و برای علاقمندهای خود بهترین تصویر و بهترین دعا را آماده بسازم و بازار عرضه قرار بدم. اگر میخواهید که رویاهای افغانستان بهترین ویدیو و بهترین تصویر و بهترین فیلم‌های خود را به بازار عرضه کنند، فقط رویاها تیوی را فراموش نکنید و با ما باشید. بعد از نماز جمعه انشالله ما در خدمت شما با تصویر جدید قرار خواهیم گرفت. چون روز سلامت باشین. خدا یارتان.